سلام دوستان، وقت بخیر. امیدوارم کارتون عالی باشه. خوش آمدین به پارت دوی آموزش 0 تا 100 کپکات. خب بدون معطلی میریم مستقیم سراغ آموزش. ما در ویدیو قبلی تمام محیط کپکات فهمیدیم که چی از چی کارا میکنه. فقط مانده بود بخش ایدیت مانده بود که با هم دیگه میریم امروز کار میکنیم. خب دوستان، اینجا ووترمارک است که در آخر ویدیوتان من ایره پیشنهاد میکنم که همیشه پاک کنین، هیچ به درد نمیخوره. کلی یارو ما کار کردیم در ویدیو قبلی، فقط مانده بود ایدیت در این گزینه بین اینجا، ولی ما اینجا را کار نداریم. ما هر ویدیو را تک تک کار میکنیم. در اینجا کار نمیه قدر روی ویدیو میزنیم، ایرم دقیقا نمو چیز هسته، ولی از اونجا کار نمیکنیم چون ممکن ما ویدیو لایه زیاد داشته باشیم، به خاطر همو یکی یکی کار میکنیم. وقتی که زدن روی دید اینجا خیلی گزینه ها را میبینین. خب یکی یکی با هم دیگه کار میکنیم. اولش هست اسپلیت یعنی چی؟ یعنی کات کردن، یک ویدیو را کات میکنیم. مثال اینجا اسپلیت است، ما از اینجا کات میکنم تا اینجا و میخوایم این دوتا نباشه، این اولی و آخری نباشه. کات شد بسیار براحتی. خب از این بر میگردیم، آندو میکنیم. خب اسپلیت فهمیدیم که ویدیو را کات میکنه. شما میتونین گپا اضافه تانه کات کنین، جایی که خراب آمده این کات کنین و خیلی چیزای دیگه. بخش دوم به نام والیوم است، یعنی صدا را بالا پایین. مثلا ای وطن چی وطن، ای وطن چی وطن، صدا را ما صفر میکنم. خب این صدا است که دستکاری میکنی، صدا رو بالا پایین میکنی. بخش دیگه به نام انیمیشنز است، یعنی حرکت میته به ویدیو، موشن میته، یک حرکتی میته به اون میگن انیمیشن. خب وارد از این میشیم. اینجا انیمیشن ها خیلی زیاد است. گزینه این داریم، اوت داریم و کامبو داریم. این که از اول ویدیو انیمیشن میته و اوت در آخر ویدیو، و کامبو اما تو تکان خورده استاد میشه. بله. خب ما یک شید خوب میکنیم، مثلا امی شیکاوه این در اولش اومد، میبینید در آخر نامد، در اولش اومد و اینجا در آخرش هم میخوایم یک انیمیشن بدیم. مثلا این انتخاب میکنیم، این رضا که ترند است. ببینید چطوری شد ویدیو. تمام. خب از کجا ما این تایمش بالا پایین کنیم؟ مثلا خواستیم انیمیشن تایم زیاد باشه یا کم باشه، انرژی روی این میزنیم، بالا پایین میکنیم. مثلا روی 0.3 ثانیه میمانم صفریم و این 0.3 دیگه هم میمانم. حالا ببینید چطور شد. بسیار تیز شد نه؟ خب این شد اینو اوت. اینجا خیلی زیاد است که باید بگردی. خب بخش بعدی که است به نام کامبو است. اینجا دیگه کل ویدیو در نظر گرفته میشم و اما تو چند ویدیو یک پشت سر هم بانی، خیلی تمپلیت ها سگنده باشین از این استفاده میکنن. مثلا زومین و زوم اوت داره، خیلی چیزای دیگه. من یک شب برای نمونه کار میکنم. خب از ویدیو من کپی میگیرم که خوبتر متوجه شوین که داستان چی کار است. حالا ببینیم که چی شد. دیدین خیلی کارا میشه با انیمیشن، خیلی ضروری است انیمیشن دیگه. خب ما از اینجا میگذاریم، میریم بخش بعدی به نام افکت خیلی مهم است. دوستا در ویدیو قبلی هم یک سری برش زدیم. استایل داریم، بادی افکت داریم، ویدیو افکت داریم. استایل که از تصویرهای استفاده میشه، در ویدیو فکر نکنم استفاده شود. پس ما اینجا کاری نداریم. خیلی کاری عجیب غریب میکنه، از ای آی استفاده میکنه. خلاصه خیلی خوب است و بعضیاش پرو هم است. دیگه بخش دیگه به نام باد افکت داریم که اینجا ما کدام نفری نداریم که در بادش افکت بده، و ویدیو افکت در کل ویدیو. سو باد افکت یعنی در بدن افکت میده. من در ویدیو قبلی رو مفصل توضیح دادم، نمیخوایم زیاد بریم دوباره. مثالی قطره، ببینین چقدر اسموت راحت یک قطره رو زد. راحت. افکت ها خیلی زیاد است دیگه. هر کدام یک خواستین به راحتی میتونین استفاده کنین. مثال سینمایی ترش میکنه. خلاصه باید بگرده دیگه، چه گزینه ها زیاد داره. روی ویدیو دوباره کلیک میکنیم، افکت هم تا کن دیلیت از دیگه پاک میکنیم. مثلا به اسپلیت میزنم، دیلیت میکنم، پاک شد. خیلی راحت.
خب دیلیت دیگه کار خاص نمیکنه جز پاک کردن. بخش دیگه به نام اسپید که خیلی مهم است دوستا. اسپید یعنی سرعت بالا پایین میکنه. مثلا سرعت ویدیو فعلا چقدر 3 ثانیه است، میخوایم سرعتش کمتر شود، کند شود. مثلا تبدیل به 4 ثانیه شود، 0.5 موندم یعنی کندترش کردم. ببینید ویدیو خیلی کند حرکت میکنه. حالا میخوایم تیزش کنم، در 2x بونم. در واتساپ اگه دیده باشیم صدا را 2x میکنه تیز میشه. اینم هم کارا میکنه روی ویدیو انجام میده. What؟ ویدیو ما خیلی تیز شد نه. دیگه یک بخش دیگه داره اسپید به نام کرف که این خیلی مهم است و در یک سری کوچیک میزنیم برش. در ویدیو آینده انشالله از این استفاده میکنیم. کرف میزنیم. در اینجا مثال ویدیو ترند دیده باشین بسیار نرمی سوسو میره، اینجا از این استفاده میشه. مثال ما ایره اسپلیت میزنم، کمی کار میکنیم اینجا، چون معرفی اولیه کپکات از زیاد وار نمیریم روش. خب اینجا خیلی افکتا داره. مثال ایره دایی میزنم و دایی دومیشه میزنم، ببینیم چی شد. سلو رفت. خیلی جالب. خب اینجا یک چیز داریم به نام بیتر کوالیتی. این را اگه بزنیم یک کمی طول میکشه ولی موشن میته برش، یک قسم حرکت نرم برش میته. نمیکار روی ایدید که زدی این ازی بخش. حالا ببینیم، چون ویدیو کم از زیاد متوجه نمیشین ولی خیلی جالب است. خب خلاصه باید کار کنی اینا را تا یکی متوجه شوی. در ویدیو بعدی انشالله رویش کار میکنیم اینا، چون مهم است. مثال ما ایره میزنم بیره ببینیم سلو شد، بازم تو اسمو شده. حالا اگه ما چی کنم بهتر کوالیتی رو بزنم یکم طول میکشه، بایی های جور میکنه. ایره در ویدیو بعد انشالله کار میکنیم، یکی یکی ایدیت میکنیم، ویدیو ترند آموزش میدیم، اونجا راحت یاد میگیرین که چی است. ولی برید همه قسم که آموزش هم میبینید، تمرین هم کنید تا متوجه شوید همین ابزار برای چی کار استفاده میشه. ببینید خیلی اسموت شد. خب دوستا یک گزینه دیگه داریم به نام Velocity Effects. My English is not good, sorry. و این استفاده نمیشه. همین دوتا کار رو میندازه، هیچ نیاز به این نداریم. خب ما میخوایم ایدیت یاد بگیریم، زیاد سوس نمیریم، می فایده نداره اصلا. ما استفاده نکردیم، ما ایدیتور هستم، همه ایدیت زدیم، ایدیتای ترند زدیم برای مردم زیاد کار کردیم، اما از چیزا استفاده نکردیم. هم چیزایی که فقط میگن به درد میخوره انجام میدیم. خب بخش دیگه داریم به نام بیت. بیت خیلی مهم است دوستا. اینجا ما یک آدیو میاریم، بعد بیت کار میکنیم. بیت یعنی اصلی که پی ویدیو ترند چی است که می عکسای یا ویدیوی دمی موزیک برقصه، یعنی می از کلی که به خاطر ما بیت گذاری میکنیم. یعنی همون جایی که باسی موزیک بلندتر است بیت گذاشته میریم، بعد از او ایدیت روی بیت انجام میدیم. یعنی بیت برای ما یک راهنما میشه که با او ما ایدیت انجام میدیم. امیدوار هستم که درست فهمونده باشم. همین یکی را میاریم، زیاد وقت نیست. خب این بخش بیت. بیت کجا بود؟ این قسمت بود بیت. سعی کنید از اینجا آمد. باز موزیکای ترند خیلی بیت زیاد داره دیگه، خیلی زیاد اسپلیت میکنه میره. من یک نمونه بزنم که متوجه شین که دقیقا چی کار میکنه. خیلی جالب شده است. من این اسپلیت میزنم، ده یک افکتی همون تو سینماتیک میدم، ببینید چه قسم میشه. ها دیدین خیلی جالب است نه؟ خب بیتم فهمیدیم که کارش چی است. اینجا ببینیم دیگه چیز داره بیت یا نه. خب بیت اتوماتیک بیت است که ای استفاده میکنه، کار میه، ولی دستی بزنیم خیلی خوبتر است به نظرم. دستی دقیق تر از تبدیلتان کار میکنین، از استفاده نکنین. خب باز روی ویدیو کلیک میکنیم. بعد از بیت کراپ داریم. کراپ خیلی مهم است دوستا. من میخوام ویدیو اینمی قسمتش بیایه، دیگه قسمتش نه. چی میکنم؟ یعنی با این سوسوی رو بالا پایین میکنم و اوکی رو میزنم. ببینین کراپ شد ویدیو من، فقط اینمی محترمه.
خب دوستا دیگه بخش کراپ اینجا سایزا را سایزی تیک تاک، یوتیوب 1:1 4:3 و خیلی سایزهای دیگه است که از اتوماتیک استفاده میکنید. ما دیگه کار نداریم، فهمیدیم که کراپ دقیقاً چی میکنه خلاص. بخش دیگه برام دوپلیکیت است، یعنی کپی میگیره از ویدیومون، مثلا میزنیم روی دوپلیکیت هی کپی گرفته میره، تو با این خورد کوچک میکنیم تایملاین ما کپی گرفته میره هر چی که بخوایی. خب از اینم میگذاریم میریم بعدی کپی دیگه کار سخت نیست. بخش دیگه به نام ریپلیس داریم، یعنی جایگزین کردن. مثال اینمی ویدیو خوش من آمده، پروژم بخی طولانی گدوت زیاد شده، نمیخوایم از اول بشینیم امیره میخوایم تغییر بدیم، چی میکنم؟ و یک نکته مهم اینمی 3 ثانیه است، اینمی 3 ثانیه شما یک چیزی که برنیم 3 ثانیه اش می بیشتر از این نمیه، یعنی دقیقاً در فریم اینمی برابر می در مدت زمان اینمی ریپلیس میزنم. مثال من یک ویدیو دیگه انتخاب میکنم. میشه ویدیو پیدا کنم برای من سخت است. مثال میرم ببینید نمی 3 ثانیه شد، بیشتر از 3 ثانیه نشد. خلاص ریپلیس هم فهمیدیم کارش چی است. بخش اوورلی چی میکنم؟ من باشم و ویدیو رو بیارم. مثلا ما 2 ویدیو داریم، اینمی میخوایم اوورلی شو. یعنی چی؟ یعنی شما موبایل دیده رو بستین روی صفحه ماست، یعنی در است روی تصویری ماست، اونمو هست به نام اوورلی. یعنی حال میره اوورلی کنم میایه کجا؟ روی تصویر من. سعی کنید کوچکترش میکنم آمد روی کجا؟ روی تصویر من. بسیار براحتی این شد اوورلی. خیلی افکت ها خیلی چیزا رو دیدین، خیلی ویدیو ترند از همین تکنیک استفاده میکنن، هیچ کدام کار سخت دیگه ای نیست. یعنی از همین اوورلی استفاده میکنن روی ویدیوها دیگه، ویدیو رو انداخته میرن در بیت موزیک و خیلی تایت میشه. خب بعد از این چی داریم به نام ادجاست و فیلتر. در اینا در ویدیو قبلی اکثر کوچک زدیم که با این رنگ و نور تغییر داده میشد، مثال خیلی کارا میکنیم. این ویدیو بعدی است، انشالله ویدیو بعدی است که کلا رنگ و نور آموزش میدیم، چون رنگ و نور اولین کاری که اگه تو انجام میده وقتی وارد پروژه شد رنگ و نور درست میکنه. بعد از رنگ و نور موزیک درست میکنه، صدا را درست میکنه، بعد از اون میره دیگه سراغ کارا. یه روش اصولیش هست. این فیلتر است که خیلی فیلترهای جالب و لوکس داره اینجا دیگه. در یک ویدیو جدا ضبط میکنم چون این خیلی مهم است. بعد از این به نام ریتاچ داریم بدن و چهره. اگر بدن بزنین اینجا لاغر تان میکنه، باریک تان میسازه، دوال تان از گردن از خیلی چیزا دیگه. چون اینجا با نفر نداریم فعلا، شما میتونین از این استفاده کنین و کارم نه خیلی دقیق انجام میده، خیلی جالب است. و دیگه یکی دیگه به نام گزینه فیس داریم که ما چهره را زیبا سازی میکنه، لاغر میکنه، جوشای لکه را پاک میکنه و خیلی چیزای دیگه رو بگردید دیگه یکی استفاده. فقط بفهمین اینمی ابزار برای چی است، اینمی ابزار برای چی است، ویدیوتان بیارین یکی کار کنین متوجه میشین. زیاد نیست برای شما بگم، یک نفر خودش بخواد یاد بگیره میره دنبالش، نمیترسه، میره کار میکنه که چی است و چی است، باز متوجه میشه. کدام سختی نداره که بسیار مبتدی براتون توضیح بدم. کم حرفه‌ای باشین دیگه، شرم کنه. بعد از ریموو بک‌گراند داریم، این خیلی مهم است. راستی دوستای یک گزینه دیگه است به نام لایبرری، اتوماتیک میتونه شما از دانلود کنین خیلی چیزا را، اما تو رایگان ماندگی است. خیلی جالب است کاربرد. مثلا من فوتوی هواپیما را میارم. خب فوتوی هواپیما را آوردم با این را من اوورلی میکنم، برده میزنم. خب میخوایم بک‌گراندی جدا شد، چیکار میکنم؟ روش کلیک میکنم، من ریموو بک‌گراند میزنم، اوتو ریموو. این پولی است او کپکات مود شده باید استفاده کنین و در هر صورت این پولی است، باز اکسپورت گرفته نمیشه. یا کپکات بخرین و نمیفهم کجا میفروشن، به فیسبوک بگردین، سایت ها زیاد است، بچه ها زیاد است میفروشن دیگه. در کل بک‌گراند حذف میکنه، خیلی کار میه. رو ماکیرم برتان میگم دیگه، باز از بک‌گراند تیر میشین چون فهمیدین که چی کار میکنه. ویدیوتان ساده باشه زود متوجه میشین
که چی است. این از این گرین اسکرین ها من که استفاده میکنم خیلی هم مشکل داشتن که پرده سبز تو حذف کنن. مثلا من نمی لایک و سابسکرایب میارم اوورلیش میکنم دوباره می بخش چی ریموو بک‌گراند. هیچ کدوم اینا رو کار نداریم جز کروماکی میگن سری میگن گپ میزنن خواهمی دیگه سعی کنین اگر روی سرخ بیارم سرخ هست میشه روی سفید هست میشه روی سبز کار داریم کمی زیادترش میکنیم میره یک ذره اکسیل تو باز بستگی به ویدیو تان داره که چی است. سابسکرایب میبینین بسیار جالب هر رایگان است هر ویدیویی که دارین نمیتو به راحتی میتونین شما پرده سبزش حذف کنین هیچ کدوم سختی نداره. خب دوستا گزینه بعدی به نام آی کانتکت است. ای چی میکنه ای مثلا انمیل ما صحبت کرده رایستون ممکنه که می طرف سعی کنم قسم جور میکنه که ما ارتباط چشمین با دوربین برابر باشه و ای در ویدیو استفاده میشه که مستقیما باشه خیلی کار می مثلا انمیلی که من صحبت کرده رایستون کار می ولی در ویدیو طولانی نه در ویدیو کوتاه ممکن کار به و میتونه شما استفاده کنید. حالا یک شما استفاده کنیم که چی میکنه ای مثلا انمی رو بزنیم که ما کلاه کنیم. خب متوجه شدین خیلی جالبه تا مؤخرم که پایین میشه چشمش اتوماتیک هوش مصنوعی رو به دوربین است حس میکنی که کلا تو رو نگاه کرده رئیس و این خیلی گزینه جالبی است. خب دوستا از این هم میگذاریم بخش یک گزینه دیگه داریم به نام میبینین چیش میشه اصلا یک چشم دیگه اضافه میکنه در طرف پشمو. گزینه دیگه هست به نام ریلایت است. این خیلی کار میه مثلا یک طرف من لایت نداشته باشه از این استفاده میکنم خیلی کار میبینین یعنی قشنگ یک لایت از دسته دسوسو میبری کپکان یک حیولاس خدا بکنی ولی به غلو نمیرسه ولی خیلی کار میه برای مبتدی عالی است یعنی دستشان جای گیر نمیمانه. خب از این را میگذاریم میتونین یکی چک کنین در ویدیو تا مناسب بود استفاده کنین خیلی چیز جالبی داره. بخش دیگه برای اوپاسیتی چی است دوستا اینمی خیرگی ویدیو سعی کنین ویدیو کامل سیاه میشه میخوایم میقه باشه رنگش میخوایم میقدر باشه میخوایم سرد باشه هیچ دیگه کدوم گزینه خاصی نداره نمی خیرگی ویدیو و روشنیش نشان میده. تمام. بخش موشن بلور دوستا در ویدیو پابجی یا ویدیویی که تیز باشه از استفاده میشه یعنی یک قسم سری میکنه ویدیو رو. من دوتا رو انیمیجه میمونم بدون دستکاری اینا انیمی ساده جورش میکنم سری میشه وقتی حرکت میکنه خیلی سری میشه میبینی خیلی سری میشه اصلا روی کار کنم که خوبتر متوجه شه موشن میته خیلی سموت حرکت میکنه خیلی کار می من خودم از خیلی استفاده کردم. میبینیم موتر چه قسم روان است او چه قسم روان است ایره ما فهمیدیم. خب دوستا گزینه بعدی است به نام لایپ سنس. این چی کار میکنه دوستا اینجا مثلا شما یک ویدیو داریم صداش بالا پایین است یا یک صدای دیگر میرین میخواین در این ویدیو تنظیم کنین این کار میکنه که لبخانه تانه برابر میکنه لب با موزیک حرکاتش خیلی برابر میکنم ممکن است پولی باشه فعلا ما ایره کار نداریم استفاده شد میتونین نیاز شد میتونین استفاده کنین. بخش دیگه با نام ترانسفورم است. این خیلی کار میده است ترانسفورم سعی کنین ویدیو را یعنی گزینه‌اش میزنم کجوج میشه میرور مثلا طرف آینه ای میبینین توجه شدین. خب این شد آینه ای و ادوانسش پیشرفته ترش چی میکنه با سوسو میبری بالا پایین میبری خب زوم نزدیک و دورش میکنی و ای کج میکنیش هر قسم که خودت خواسته رسیده که زدی به حالت اولیش برمیگرد.
اینم مثلا از فرم که کار میاد. اوتو فرم هم هست، مثلا این را در تیک تاک برابر که میگم چهره را خودکار نزدیک میاره و برابر میکنه. بچه خیلی جالب است که اصلا حرکت میکنه همراه این اوتو فریم، احتمالاً به کارتان میاد. بعد از این به نام استابلایزینگ داریم. استابلایز یعنی چی؟ یعنی ویدیو تو لرزش داره، لرزش هم میگیره. پیشنهاد من تا اینمی یا نهایت و دومی شبانن تا اینجا از زیادش باز ویدیو اگر لرزش داشته باشه غیر طبیعی میسازن. سرمه لرزشی حس میکنه، نه لرزش جور کنه. خب اکسترا اودیو رو ما قبلا در ویدیو بعد خواندیم که یعنی ویدیو صدا داشته باشه صداشو جدا میکنیم. اکسترا اودیو نه خوانده بودیم ببخشید. یعنی این ویدیو داره جا جا صداشو جدا میکنه. این میشه بدون صدا، این میشه صدا دارش. صداشو جدا کرد. دیگه گزینه دیگه داریم به نام فریز. من میخوایم اینمی صحنه استارت شه، اینمی صحنه استارت شه، اینم فریز میزنم. مثال این صحنه میخوایم استارت شه، متوجه شین. فریز میزنم 3 ثانیه برای من استارت کرد. من میتونم 3 ثانیه کم شه یا زیاد میخوایم 1.5 ثانیه شه استارت شه. اما تو میمونن دیگه کارا میکنن، طرف استارت میشه نفر یک میمونن. خب فریز هم فهمیدین یعنی چی؟ بخش دیگه به نام ریورس است. این ویدیو رو برعکس میکنن، یعنی چه حرکتی که داشت برعکس میکنه. خیلی کسا رو ده مثال یک چیز پرتاب میکنن خودکار در دستشون میاد. چی است؟ این ویدیو رو برعکس کرده، اما چیزی که پرتاب کرده مستقیم در دستش میاد. بس یعنی کدام سختی خاصی نداره دیگه، ولی خلاقانه است. یک کار خلاقانه میشه در ویدیو استفاده کنی. خب دوستان ما ویدیو رو برعکس کردیم. حالا ببینین آب جمع شده روز موتر پسکی ها داره. خیلی جالب نه دیگه. این گزینه رو دیگه ما کار نداریم، فقط کارش اینمی است که ویدیو رو برعکس میسازن. خب گزینه دیگه دوستا به نام ماسک است که خیلی مهم است. ماسک مثال من ایره میزنم قیب ویدیو چیز میشه، ایتو بزنم تار میشه، خیلی کار میاد. مثلا میرور است، سرکل است، دایره مثلا اینمی قمی خواهی باشه دیگه نمیاد. این جالبیشی است. مثالی رو میزنم در خیلی ویدیو ترین شما دیدین. یک کم اگر بیشتر میکنم اینش دایره میکنم، میخوایم اینی تو باشه. خیلی ویدیو ما رب دیدین همین شکلی است. خلاص به همین راحتی رفتیم روی ماسک، رکتانگل انتخاب کنیم، دستکاری میکنیم. اینا رو نترسین بچه ها، ما یک عادت داریم موافقانه کنجکاو نیستیم. یک چیزی که یکی برای من گفت انجام میتیم، نگفت انجام نمیتیم. شما برین بگردین کلیجش چک کنین، نمیخوره شما را که یاد بگیرین، یک دنبالش بگردین. ماسک هم فهمیدیم جالب چیز است. خب دوستا گزینه دیگه داریم به نام لینک یا آن لینک است. چی میکنه؟ مثلا شما ویدیوتان در روی ویدیوتان افکت ماندن، تکست ماندن، خیلی چیزای دیگه ماندن. وقتی اینم قسمت میخواین نباشه، اینم دمی ویدیو آن لینک میزنین، وقتی خروجی گرفتین اونمو افکت ها اون چیزا رویش نمیباشه، خالی خود ویدیو میباشه. ولی وقتی لینک بزنین طبیعی دیگه دست نمیزنین اون را دیگه، زیاد به کار نمیاد، چون هر کس دوست داره دستی کار انجام بده. یعنی از این گزینه استفاده نمیکنن، دستی کار میکنن، چیزی باشه در ویدیوش یا نباشه. خب دوستا ما بخش ایدیت تمام کردیم، کلا فهمیدیم چی از چی به چی است. اگر نفهمیدین ویدیو رو دوباره ببینین و ویدیو بعدی انشالله در مورد فیلتر و ادجاست است که یکی از مهمترین گزینه هاست که در ویدیو استفاده میشه. مثلا رنگ و نور خوبتر میسازه و شاید اگر کم تمام شد، زودتر تمام شد، ممکن در مورد بالا بردن کیفیت صدا هم دمیجا گپ بزنیم در ویدیو بعدی انشالله. دیگه باز ویدیو بعدی پروژه محور پیش میریم، چند ویدیو رو با هم دیگه ایدیت میکنیم، ویدیویی که در پیج ماندی ما رو ایدیت میکنیم که خوبتر و بهتر کپکات درک کنیم. دیگه امیدوار هستم که چیز برداشت کرده باشین. فعلا الان نگهدار.